صحابه کرام رضی الله عنهم از جانشان، از مالشان، از تجارتشان، از همه زندگیشان پیامبر صلی الله علیه و سلم را بیشتر دوست داشتند. محبتی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه با پیامبر صلی الله علیه و سلم در زمان هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه همه وسایلش را جمع می کند تا اینکه فرمان از جانب الله سبحانه و تعالی بیاید و همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت می کند. زمانی که الله سبحانه و تعالی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه هجرت را می دهد، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه: یا رسول الله، من هم همراه شما هم سفر می شوم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم این را قبول می کند. بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هر دویشان از خانه بیرون می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم متوجه می شود که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه گاه در پیشروی رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت می کند، گاه در پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت می کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم از حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه می پرسد: ای ابوبکر، تو را چی شده است؟ گاه در پیش رو حرکت میکنی، گاه در پشت سر حرکت میکنی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چی زیبا میفرماید: عشق و محبت حضرت ابوبکر صدیق با پیامبر صلی الله علیه و سلم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه میفرماید: زمانی که در ذهنم می آید که شاید دشمن در کمین باشد، به خاطر همین در پیش رو حرکت می کنم. اگر تیری به طرف شما پرتاب می شود، اول به سینه ابوبکر بخورد، بعد به سینه رسول الله بخورد. زمانی که در ذهنم می آید شاید دشمن از پشت سر بیاید و در پشت سر شما حرکت می کنم و شمشیری که به طرف شما بلند می شود اول به پشت ابوبکر بخورد و بعد به پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم بخورد. این است محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه با پیامبر صلی الله. صحابه کرام رضی الله عنهم به یک اشاره پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل می‌کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره می‌کرد، صحابه کرام رضی الله عنهم عمل می‌کردند. حضرت بلال رضی الله عنه را مشرکین شکنجه می‌دادند. پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه حضرت ابوبکر صدیق از آنجا عبور می‌کرد که حضرت بلال زیر شکنجه قریش احد احد میگفت و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: کسی که احد احد میگوید الله او را از شر دشمنان نجات میدهد. کسی که احد احد میگوید الله آن را از شر ظالمین نجات میدهد و از شکنجه نجات میدهد.
و به طرفی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگه ای ابوبکر، آیا میدانی بلال به خاطر دین مقدس اسلام شکنجه می شود؟ ای ابوبکر، آیا متوجه هستی حضرت بلال رضی الله عنه به خاطر دین شکنجه می شود؟ و بالاخره با یک اشاره پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر صدیق حضرت بلال را از شر دشمنان نجات می دهد.